در همین مورد آقای غلام ربانی رئیس کاروان ورزشکاران افغانستان در بازی‌های المپیک برزیل را با خود داریم. آقای ربانی سلام بر شما. سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما. چطور میگذره ریو؟ بسیار دلچسب بود. دیروز افتتاحیه بازی‌ها بود و تیم افغانستان همونطور که لازم بود بالاخره به این بازی‌ها حضور پیدا کرد. با تمام دشواری‌ها و چالش‌هایی که فرارا بود و بیرق افغانستان حمل شد و در جریان حمل بیرق که دومین کشور افغانستان بود بسیار مورد استقبال شدید صدها هزار تماشاچی قرار گرفت و هیئت‌های بلندپایه و مسئولین بلندپایه رهبرای تقریبا 107 مملکت دنیا. در کل برنامه خوب پیش میره. تمرینات تیم به شکل نرمال، 3 ورزشکاری که ما داریم با مربیایشان جریان داره و قرار است که به تاریخ 11 اگست مسابقه جودو شروع شود. آقای توفیق بخشی اجازه بدین در مورد چگونگی ورزشکارا و زمان مشخص‌تر شما می‌خوایم کمی دقیق‌تر ما بفهمیم تا اینکه دنبال بکنیم و ببینیم که چی اتفاق میفته. اما در کل امروز مثلا چه گذشت؟ این بازی‌ها رسما آغاز شد، رقابت‌ها صورت گرفت یا به چه شکل بود؟ می‌خوایم کمی که کلی‌تر معلومات بدین. شما بهتر می‌فهمین که بازی‌های المپیک مهمترین رویداد ورزشی دنیاست که هر 4 سال بعد برگزار میشه و کشورها تمام قدرت ورزش خود اینجا به نمایش میگذارن. آنچه به نام استعداد دارن و قهرمان دارن و در 4 سال آمادگی به این برنامه‌ها میگیرن و ما در حال حاضر در دهکده ورزشی در دهکده المپیک هستیم که در حدود 11000 ورزشکار در اینجا در رشته‌های مختلف آمده بودن و دین روز هم در افتتاحیه شرکت کرده بودن. این 11000 ورزشکار در رشته‌های مختلف به رقابت می‌پردازند و مدال‌ها از هر رشته جمع حساب میشه. در آخر کشورهایی که بیشترین مدال میگیره به ترتیب در جایگاه اول، دوم، سوم به نتایج تیمی قرار میگیره و کشورهای دیگه‌ای که کمتر میگیره نظر به رشته تعداد مدال میگیره برای خود. و حضور در بازی‌های المپیک برای ورزشکارا یک رویاهایی است که یک خیالاتی است که همیشه هر ورزشکاری که یک جوانی که ورزش میکنه در خیال عزیز که روزی به بازی‌های المپیک راه پیدا کنه. یکی از آرزوهایش است که مدال میگیره. این طبعا یک ارزش بسیار بزرگی را داره که ما در تاریخ ورزش افغانستان خوشبختانه 2 بار تونستیم که بیرق افغانستان هم سهمیه المپیک بگیریم و هم مدال بگیریم توسط آقای روح الله نیکپا که آقای روح الله نیکپا اینجا حضور دارن و تصمیم ما بود که آقای روح الله نیکپا بیرق حمل کنن. و دیروز در آخرین فرصتی که ما با کمیته بین‌المللی المپیک می‌خواستیم فرم را در زمینه پر کنیم، اونا معذرت خواستن، گفتن در مطابق با قانون کمیته بین‌المللی المپیک فقط ورزشکارایی که عملاً در این بازی‌ها در مسابقه شرکت میکنن و سهمیه حضور جواز حضور در مسابقه را گرفتن اونا بسیار خوب. حداقل در یک پرسش دیگه که در شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده بود به این هم خوب شد شما پاسخ گفتین. آقای ربانی، در کنار از اون در مورد ورزشکارای خود ما پیش از اینکه در مورد جدول زمانی مسابقاتشون گپ بزنیم بگوین که همین چند نفر محدودی که رفتن چطوری سهمیه را به دست آوردن و به کدام بخش‌ها رقابت میکنن؟ ما تقریبا در حضور ما که در سالهای 2008 و 2012 بود تعداد ورزشکارمون زیاد بود و تفاوت بار با این باری بود که مشکلات جدی فرارا یا مانع و برنامه‌های ورزشی نبود. این بار ما تعداد ورزشکارای ما کمتر است و تفاوت او باری بود که ما در تکواندو در 2 مرحله بدون از اینکه ما کارت دعوت دریافت کنیم ما سهمیه گرفته بودیم در مسابقات استعداد لیاقتیابی یا کسب سهمیه شرکت کرده بود. ورزشکارای ما سهمیه گرفته بودن و وارد شده بودن و همچنان مدال گرفتن. این بار ما تنها 3 تا کارت دعوت از طرف 2 کارت برای اتلتیک یا دونده‌ها دریافت کردیم و 2 کارت هم برای ورزشکار یک کارت هم با ورزشکار جودو. قرار به این بود که از ما 5 الی 6 رشته در اینجا کاندید شده بود که ورزشکارایش هم برنامه‌ریزی شده برشان برای تمرینات و قرنطینه و مسابقات تدارکاتی داخلی و خارجیشان برای سهمیه بندی حضورشان در لیاقت استعدادیابی یا سهمیه بگیرن و همچنان اگر احیانا نتونن ما کارت دعوت برشان بتونیم دعوت کنیم. بسیار خوب. ولی کشمکش‌های اخیر و نامنگاری‌های غیر مسئولانه از طریق تربیت بدنی و یک اشخاص باعث شد که علاقه‌مندی یا توجه سازمان‌های جهانی هم کمتر شد و به رشته‌های دیگه متاسفانه آقای ربانی هم قسمی که شما گفتن یکی از مواردی که
حال صدمه میبینه بنابر ملاحظاتی که وجود داره. بخش ورزش است، در حالی که در گذشته در چند سال گذشته ما یاد دارم که یکی از افتخارات بسیار بزرگ بخش‌های مختلف ورزشی افغانستان به ویژه تکواندو افغانستان شمرده میشد. بسیار بسیار مختصر، کدام روز و کدام وقت ورزشکارای ما میرن به میدان و با کیا؟ بسیار مختصر. ما بخوایم مختصر یک نکته دیگر رو اضافه کنم اگر وقت چیز نباشه که اولا خود تاریخ 12 13 11 12 و 13 پشت سر هم ورزشکارای ما مسابقه دارن و چیزی که بسیار مهم است رو عرض کنم براتون که ما اگر دفعه پیش با تونستیم قهرمانای جهان شکست بدیم، هم سهمیه بگیریم و هم مدال بگیریم و ما باز هم میفهمیم که چرا هم سهمیه بگیریم و مدال بگیریم و ما اگر قرار به این بود که با اینجا به دستاورد بسیار بالا می اومدیم و با چالش شکست قهرمانای جهان می اومدیم، باید امکاناتی که به قهرمانای جهان فراهم میشد بود همین امکانات باید بر ما فراهم میشد. حال مسابقات ما در این روزا هست و از فرصت باقی مانده فرصتی که ما در اینجا داشتیم با مربیایشان نهایت کوشش کردیم که آخرین تلاش خود بکنن، توانی که در وجود دارن به خاطر وطنشان آخرین تلاش خود بکنن. تاریخ 11 12 13 بدون شک حالا که رفتن هر نتیجه که باشه مورد قبول است. سپاسگزار آقای غلام ربانی رئیس کارآمد ورزشی افغانستان در بازی‌های المپیک.